نیست. پس بنابراین آنها محتاج ما هستند، نه اینکه ما بریم از آنها استفاده بکنیم، بعد از مرگ آنها، بعد از فوت آنها بریم. چه آنها زندان در دسترس ما نیستند؟ دو تا مثلا زنده است، بزرگ مشایخ اولیاء صالحین زنده ولی در دسترس ما نیستند، دورن، هزاران کیلومتر فاصله دارند، صدها کیلومتر فاصله دارند. یا اینکه از دنیا رفته. در هر دو صورت ما نمیتوانیم از چنین فردی در ماورای طبیعت، یعنی اونها نمیتوان دخل و تصرف کنند، بیان بدون هیچ امور اسباب دنیوی، یعنی فراتر از اسباب، یعنی در نظام غیبی نمیتوانند شما را نفع برسانند. خلاصش اینه، در نظام غیبی چه در حیاتن ولی زنده نیستند، ببخشید یا در حیاتن ولی در دسترس نیستند، یا از دنیا رفتن. در هر دو صورت نمیتونه از اینها نفاس بکنه در نظام غیبی، در امور تکوینی. این عقیده اهل سنت. خب علمای دیوبند که خودشون میگن که ما در عقیده ماتوریدی هستیم، در عقیده اشعری هستیم و ماتوریدی هستیم. خب عقیده اینها این است که بله، اگر کسی از دنیا رفت، بزرگواری عالمی مشایخی، بعد از مرگ او، بعد از فوت او، از قبر او میشه فیض حاصل کرد، نفع حاصل کرد. یعنی آنطوری که زنده بود به شما نفع میداد، به شما علم میداد و قدرت داشت، میدید، میشنوید، فهم داشت، درک داشت، شعور داشت، حرکت داشت. خلاصه همین چیزی که حرکات و سکنات انسان زنده است، بعد از وفات عیناً مثلیت قوی‌تر از این است. می توانند که علم غیب داشته باشند، می توانند از عالم برزخ بیاد در این دنیا شما را کمک بکنند، میشه آنها استعداد گرفت. عقیده علمای دیوبند این است، در حالی که عقیده اهل سنت این نیست. خب الان من اینا از خودم نمیگم که تهمتی بشه. این کتاب ارواح ثلاثه است، حکایات اولیای مشایخ دیوبند. 72 تا علما و مشایخ در این کتاب زندگی نامش نوشته که قوی ترین راوی اینها را روایت کردند. مولانا قاری محمد طیب، مولانا اشرف علی تانوی، دیگر بزرگانشان چنین منابع نوشتند، زندگی نامه بزرگان خودشون رو نوشتند، کرامات آنها را نوشتند، فیوزات آنها را نوشتند که برای بعد از وفات آنها ما از آنها فیض دیدیم، نفع دیدیم، از عالم برزخ میان در این دنیا کمک میکنن، شعور دارن، میان مشکلات شما لمس میکنن و حمایت میکنن شما را و بعد شما را راهنمایی میکنن، به مشکلات شما رسیدگی میکنن. همچی اعتقادات علمای دیوبند دارند. حالا من به عنوان نمونه یکی را خیلی مستند از همین کتاب ارواح ثلاثه خدمت شما عرض میکنم که صفحه 246. خب داستان مولانا محمد قاسم نانوتوی، اولی بنیانگذار دارالعلوم دیوبند، در سال 1282. خب راوی هم که از قاری محمد طیب صاحب است. الان من عبارتش میخوانم، میگه قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند بیان کرتے ہیں، بیان میکنن که جس زمانے میں مولانا رفیع الدین صاحب مدرسے کے محتمم تھے، زمانے کے مدیر مدرسہ بود مولانا رفیع الدین، دارالعلوم کے صدر مدرسی کے درمیان آپس میں کچھ نزاع چڑھ گئی. درمیان مدرسین برای که اونجا هر یک برای خودش سمت بگیرن، برای دعوا شد بین مدرسین برای سمت که هر یکی صدر مدرس بشه، یکی مدیر بشه، یکی خلاصه اون همین سمت ها بین خودشون نزاع شد، دعوا شد بین مدرسین حوزه دارالعلوم دیوبند. صدر مدرس میگه आगे चलकर मदरसे के सदर मुदरस मौलवी महमूद हसन साहब भी इस हंगामे में शरीक हो गए. सदर मुदरस रईस इस्तिलाह हमें मुदरसिन در این نزاع هم آمد سهم گرفت، یعنی آمد دخالت کرد با یک قسمت بعضی اصحاب دعوا، یک قسمتش اونجا شریک شد.
جردن طول پکر گیا، خیلی طولانی شد، سخنش خیلی بسیار طولانی شد. بین اینها نزاع شد، کسی نبود که بین اینها حل و فصل بکنه. حرف مدیرم گوش نمی‌کردن، مدیرم شرف الدین بود. میگه इसके बाद का वाक़या कारी तैयब साहब ही के ज़बान सुनिए. अला इदामा दास्तान از خود زبان قاری طیب مدیر مدرسه دارالعلوم، آخرین مدیر مدرسه دارالعلوم دیوبند که از نوادگان محمد قاسم نانوتوی است. خب این دعوا طولانی شد، کسی نبود که نزاع را حل بکنه. همه مدرسین درگیر هم بودن به خاطر سمتی که در اونجا داشتن. و رئیس به اصطلاح مدرسه هم نتوانست کار بکنند و این صدر مدرس هم نمیتوانست کار بکنند. میگه اسی دوران में एक दिन अला सुबह बाद नमाज फजर मौलाना रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना महमूद हसन को अपने हुजरे में बुलाया. میگه یک روز بعد از نماز صبح مولانا رفیع‌الدین صاحب مدیر مدرسه بود، مولانا محمود الحسن همین که پیش میگن شیخ الهند، از شیخ الهند که مدیر صدر مدرسه بود و بعد به عنوان شیخ الهند است و شاگردان ارشد مولانا محمد قاسم نانوتوی و مولانا عرض حضور رشید احمد گنگوهی است و نقش بسیار بزرگی داشت. میگه مدیر مدرسه اینا داخل اتاق خودش که در همون داخل مدرسه بود خواست یک فرستاد که بعد از نماز صبح مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن بگید که مدیر مدرسه شما خواسته. خب مولانا حاضر ہوئی، مولانا محمود الحسن حاضر شد اور بند حجره کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. اون در اتاق باز کرد و وارد اون اتاق که مدیر نشسته بود. خب مولانا رفیع‌الدین صاحب رحمت الله علیه نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. همین که وارد اتاق شد گفت مولانا محمود الحسن اول نگاه کنید که این زیراندازی که من روش نشستم زیرانداز پنبه‌ای بوده. گفت اول زیراندازم نگاه کن. مولانا نے لبادہ دیکھا، زیرانداز دست تو تر بود اور خوب بیگ رها تھا، یعنی خیلی خیس بود، تر بود و خیلی خیس بود. همین زیراندازی که مولانا روش نشسته بود مولانا رفیع‌الدین. فرمایا واقعه یہ ہے، من بی خاطر شما را خواستم، داستان این است کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد عنصری جسم ظاہری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. مولانا محمد قاسم نانوتوی که چند سال پیش از دنیا رفته بود الان از عالم برزخ خبر شد که بین مدرسین دارالعلوم دیوبند نزاع افتاده و کسی نیست که نزاع حل بکنه. مولانا محمد قاسم نانوتوی با جسد عنصری همین جسد میگن، جسد این کالبد، این کالبد جسمی دنیوی با همین کالبد دنیوی الان آمد پیش من. شاه رفیع‌الدین میگه الان توی اتاقم پیش من آمد و جسم یک دم پسینه हो गया. من که مولانا دیدم با اون جسم ظاهریش که با همین جسم دنیوی آمد پیش من که دیدم اون پسینه شدم، یعنی غرق عرق شدم، کلا بدنم کلا خیس شد از عرق. और मेरा लबादा थर बेतर हो गया، کلی این زیراندازم خیس شد از عرق، یعنی اینقدر عرق کردم که بدنم خیس شد، لباسم خیس شدم، بعداً زیراندازم خیس شد. همین کتاب رو میبینیم. خب جس فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. پیام من را به محمود حسن برسان، پیام محمد قاسم که محمود الحسن شما دخالت نکنید در این نظام، بذارید مدرسین رو بذارید برای مدیر، شما دخالت نکنید. بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا، من به اون خاطر شما را خواستم، کاری دیگه ندارم شما. خوب دقت کنید. خب مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں. مولانا محمود الحسن همینجا گفت که من از الان اومدم پیشت توبه میکنم که از این به بعد من اصلا دخالت نمیکنم در امور نزاعی که بین مدرسین است، من توبه میکنم. خب کہ اس کے بعد میں اس قضیے میں نہ بولوں گا، از این بعد من در این قضیه هیچ حرفی نمیزنم. خب الان کتاب ارواح ثلاثه، این ارواح ثلاثه است، این داستان صفحه 246 نشون میده. این ارواح ثلاثه. خب
الان این داستان راویش قاری محمد طایی آدم معمولی کوچه بازاری نیست. قاری محمد طایی صاحب مدیر مدرسه دارالعلوم دیوبند و صدر مدرس هم مولانا محمود الحسن شیخ الهند و مدیر مدرسه شاه رفیع الدین. الان نگاه بکنید که مولانا شرف علی تھانوی بعد از این در مورد داستان چی میگوید که مصنف این کتاب است. میگوید که یہ واقعہ روح کا تمثل تھا. این داستان حقیقی بوده، روح کا تمثل تھا. این روح بود که از عالم برزخ آمد خود را ظاهر کرد. تمثل یعنی به شکل خودش ظاهر کرد. حالا به دو صورت خودش میتونه ظاهر بکنه اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے. در دو صورت امکان پذیر است که روح خودش ظاهر بکنه. ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابه جسد حضوری کی، یعنی اون جسد مثالی که در عالم مثال بوده، یعنی در عالم برزخ بوده که این روح اونجا در یک کالبد قرار بگیرد، با همون کالبدش اینجا اومد. روح با همون کالبدش، با همون جسد حضوریش که در عالم برزخ بوده همونجا خبر شد، با سرعت بسیار نور آمد اینجا و برای قضاوت که بگینا قضاوت. دوسری صورت ہے یا این که روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو، یا این که همون روح خودش آمد در داخل قبر نانوتوی و از خاک و آب و آتش گلی درست کرد و اون گل شبیه این اصلا عین مثل این جسم خاکی، جسم دنیاوی، کالبد دنیاوی، عین مثل این روح آمد داخل این دخل و تصرف کرد، برای خودش جسم درست کرد، از آب و خاک و گل درست کرد. همون جسم اصلی مولانا محمد نانوتوی که در حیات بود آمد اینجا حرکت کرد، آمد پیش شرف. خب ارواح ثلاثه صفحه 243. عزیزان این عقیده در علمای مشایخ دیوبند است که بله بزرگان اولیاء صالحین، بزرگان و مرده ها می توانند بعد از اینکه از دنیا رفتن بیایند برگردند و حالات ما را نظارت بکنن، زندگی ما را نظارت بکنن، مشکلات ما را رفع بکنن، نظر بدن، ما را راهنمایی بکنن. در دو صورت، با همون جسد اصلی که در حیات زنده بود، روح میاد خودش برای خودش همون جسد رو دوباره خودش درست میکنه، تصرف میکنه، یا اینکه با همون جسد مثالی که در عالم برزخ است میتونه با اون بیاد. این همه آسمان ها جلوش نمیتونه بگیره، این قبر جلوش نتونست بیاد، از قبر بیرون آمد و علم غیب داشتن اونجا که اینجا اتفاقی افتاده در دارالعلوم دیوبند. خب مولانا محمد قاسم نانوتوی آمد، خودش اعتراف کردن، مولانا شاه رفیع الدین بهش ایمان آورد که بله خود مولانا بود. محمود الحسن توبه کرد، گفت بله من توبه میکنم، اومدم ایمان آوردم، درسته داستان. قاری محمد طایی صاحب که چاپش کرد و بعد نشرش کرد، کتاب خودشون چاپ کردن داستان را و بعد مولانا اشرف علی تھانوی روش شرح زد، تایید کرد بله به دو صورت میشود، هم با جسد مثالی که همون جسد عالم برزخ است، یا با اون جسد اصلی دنیوی داخل و تصرف کرد، از قبر بیرون آمد. حالا سوال ما این است، آیا عقیده اهل سنت همین است که نه دم از میگه ما اهل سنت ماتوریدی و اشعری عقیده اهل سنت همین؟ حالا بشنویم عقیده اهل سنت از کتاب و سنت. آیا کتاب و سنت میگه که عقیده اهل سنت اینه که ارواح برمیگردن؟ خب اول از قرآن استشهاد میکنم. سوره یاسین. در سوره یاسین الله سبحانه و تعالی داستان سه تا نبی را بیان میکند. میگه سه تا نبی پشت سر هم آمدن در یک قریه، در یک روستای، در یک شهر که الان معروف میگه این تاکیه همین ترکیه بوده. خب این انبیا آمدن معجزه نشان دادن و این انبیا را مردم قبول نکردن و آمدن کنار بکشند. متوجه شدید؟ یک شخص به نام فرد حبیب نجار المعروف است، مؤمن بود، برای دفاع از این پیامبران آمد، از این پیامبران دفاع کرد، اینها را نکشید، اینا حق را میگویند و من از اینا حمایت میکنم. قرآن میگه و جاء من اقصى المدینه رجل، از اطراف شهر مردی خبر شد، ولی مورخین اسمش گفتن حبیب نجار. یسعى دوان قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ای قوم از پیامبران پیروی کنید، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، پیروی کنید از کسانی که از شما پول نمیخوان،
برای هدایت شما اومدم، هیچ نفعی از شما نمیخوام. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چی شده که من حرف اینا رو گوش نکنم، فقط الله را عبادت کنم و غیر الله پرستش غیر الله را رها کنم؟ اتخذ من دونی آلهة غیر از الله الهی دیگه رو میگیرم. این یورد الرحمن بضر الله تغنی عن شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. اگر الله بخواهد به من ضرر برساند کسی نمیتونه دفاع کنه. اینی ذل فی ضلال مبین، من در گمراهی آشکارم اگر غیر الله را صدا بزنم، غیر الله را پرستش بکنم. اینی آمنت بربکم، بشنوید که من به رب العالمین ایمان آوردم. فاسمعوا، بشنوید که من عقیده این پیامبران قبول کردم، رای پیامبران قبول کردم. همونجا درجا شهیدش کردم، همونجا شهیدش کردن. انبیا را هم شهید کردن، این رجل صالح را هم شهید کردن. خب شهید شد این رجل صالح. قرآن صدای این رجل صالح را در این نص قدیر قرآن میگه وقتی که این رجل صالح به بهشت رفت، قیل ادخل الجنه، از طرف رب العالمین فرشته دستور داد برو وارد بهشت، شهید شدی. قال یا لیت قومی یعلمون، گفت کاش که قومم میدانستند از حال من که من چه الله سبحانه و تعالی چه نعمت عظیمی به من داد و من از من راضی شد، از این عقیدم خوشنود شد، من وارد بهشت شدم. بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، الله من بخشید، از معززین قرار گرفتم. و کاش که قومم در جریان بود، خبر میشد از این داستانم که من الله سبحانه و تعالی من موفق کردم. خب الان سوال من اینه، چه نیازی بود که این مؤمن موحد سوره یاسین که اونجا افسوس بخورد که کاش که قوم و فامیلم میدانستند که من وارد بهشت شدم، الله من بخشید. خب به همون جسد انصوری خودش می آمد، اما طور مولانا محمد قاسم نانوتوی آمد می آمد به فامیلش می گفت که فامیلا من تو بهشتی هستم، چرا برای من گریه میکنید؟ با همون جسد انصوری خودش می آمد یا با همون جسد به اصطلاح عالم برزخ می آمد. خب برای من ناراحت نباشید. این مؤمن آل فرعون که داستان ببخشید مؤمن سوره یاسین که داستانش در نص قطعی قرآن است، میگه خود من که نمیتونم بیام، کاش که رب العالمین صدای من به اونا میرساند، صدای من پیام من به اونا میرساند. خب یعنی من که نمیتونم برگردم. این از این نص قطعی قرآنه که بعد کسی نمیتونه برگرده. حدیث دقت کنید، حدیث. خب حدیث در صحیح مسلم است، حدیث از مسعود روایت است. سألنا عبدالله هو ابن مسعود عن هذه الآیه، میگه از این آیه از عبدالله ابن مسعود سوال کردیم که در مورد شهدا آمده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. معنیش چی؟ گمان نکنید که کسانی که در راه الله شهید شدن مرده هستند، بلکه زنده هستند، نزد پروردگار روزی داده میشوند. عبدالله معنی این آیه چی است؟ گفت اما انک سألنا عن ذلك، ما همین سوالت از من کردیم، من از رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقال ارواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تصرخ من الجنه حيث شاءت. ارواح این شهدا به شکل یک کالبد پرنده سبز قرار میگیرند و میروند در بهشت، هر جا که دلش بخواهند میآشامیدند، میخورند و به قنادیل یعنی به اون چراغها و لوسترهای بهشت آویزانند، اونجا مولعن، اونجا میرن قرار میگیرن. فطر علیهم ربهم اطلاعتا، یه روز الله سبحانه و تعالی به اینها نزدیک شد، گفت هل تشتهون شیئا، غیر از این نعمتهای بهشت چیز دیگه میخواید شما ای شهدا؟ قالوا ای شیء نشتهی و نحن نسرح من الجنه حيث شئنا. ما دیگه چی میخواید؟ هر جایی که در بهشت بیام، کسی اینجا محدودیتی نیست، جلوگیری نیست، هر جا که برویم ما از انواع نعمت استفاده میکنیم، بهترین چیز رب العالمین به ما دادیم. ففعل ذلك ابن صالح سمعنا. سه بار الله سبحانه و تعالی از سوال میکنه که آیا چیزی نعمتی غیر از این نعمتی دیگر هم میخواهید یا نه؟ آرزوی دیگر هم دارید؟ خواهشی دیگر هم دارید؟ تقاضا دیگر هم دارید؟ سه بار الله سبحانه و تعالی شهدا سوال میکنه، در بهشت دارن، اونجا زندگی میکنن. ارواح در کالبد پرنده سبز قرار میگیرن. فلما راوا انهم لن يتركوا من ان يسالوا
شهدا میبینند که رب العالمین ما را رها نمیکند. این سوال میکند چی میخواهید؟ چی میخواهید؟ قالوا یا رب نريد ان ترد ارواحنا فی اجسادنا. بله الله، ما میخواهیم که ارواح ما در اون جسدی که در قبر گذاشته شده، این جسد، روح ما در اون جسد وارد بشود، برگردان حتی نقتل فی سبیل الله یا نقتل فی سبیلک مرة اخرى، تا نقتل کشته شویم، شهید شویم در راه تو بار دوم. ما دیگه چیزی نمیخوایم، ولی اجازه بدید که آیا امکان هست که ما ارواح ما برگردن به اون جسد عنصری کالبدی که در دنیا بوده، اونجا دوباره زنده بشیم بریم جهاد بکنیم؟ فلما را ان لیس له حاجه ترک، وقتی که میبینه که الله سبحانه و تعالی این نیاز دیگه نداره، دیگه آرزویی نداره، دیگه خواهشی نداره، فقط خواهش شهادت را داره که دوباره برگرده، ترک و الله سبحانه و تعالی راه میکنه. خلاص شما چیزی دیگه نمیخواید. این که امکان پذیر نیست، این که امکان پذیر نیست که ارواح شما دوباره برگردن به اون کالبد. خب این حدیث صحیح مسلم است که شهدا آرزو میکنند که بار الها ما دیگه آرزویی نداریم بجز اینکه بذار که ارواح ما برود به اون، برگردن ارواح ما را به اون کالبد جسد عنصری دنیوی و دوباره ما زنده بشویم بریم در راه الله شهید بشیم. الله سبحانه و تعالی اونها اجازه کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. پرده میان عالم برزخ و این دنیا قرار دارد که تا روز قیامت کسی دوباره بر نمیگردد. خب قرآن و سنت این را میگوید که ارواح در این دنیا دوباره راه ندارند برگردند. متوجه شدیم؟ ارواح مردگان الان اینا میگن ارواح مردگان علما مشایخ برمیگردند، اختیار دارند. اینجا اتفاقی میافتاد اونجا عالم غیبن، صفت غیب دارند، علم غیب پیدا میکنن، یعنی اونجا خبر میشوند که چه اتفاقی اینجا افتاده. بعد میان دخالت میکنن، حل و فصل میکنن، قضاوت میکنن، دریج سفیدی میکنن و به داد ما میرسن. استمداد باید از اونا بگیریم. حالا بحث استمداد ان شاء الله جلوتر میام که بحث الان زیاد طولانی میشه، که بله اینا اعتقاد دارن که استمداد از ارواح بزرگان هیچ اشکالی ندارد. اینم خود عبارت آنهاست. مولانا یکی از بزرگان آنها همین بحث را ادامه میدهد و روش تفسیره می نویسد. مولانا مناظر حسن گیلانی که از بزرگان علمای دیوبند است، میگوید که پس بزرگون که ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں، از ارواح بزرگان ما استمداد بکنیم ما انکار نکنیم، ما قبول داریم. سوانح قاسمی جلد 1 صفحه 332. ما از ارواح بزرگان استمداد بکنیم و کمک میگیریم. کجاست توحید شما؟ کجاست که در کتاب تقویت الایمان و در کتاب جواهر القرآن و شما علمای پنجپیری، علمای جاجروی مولانا غلام الله خانی که دوره تفسیر قرآن برگزار میکنیم میگه شرک در تصرف، شرک در علم غیب، هر دوتا اینجا جا شد. مولانا محمد قاسم ناموتوی از عالم برزخ اینجا خبر شد، اینجا آمد باید دخل تصرف کرد در نظام غیبی، آمد برای خودش جسم درست کرد، آمد زنده شد، دوباره اینجا قضیه را حل کرد، دوباره رفت. خب این شرک در تصرف چیه میگه؟ اینجا قرآن میگه اینا نمیتوانند، آرزو میکنند کاش که صدای برای رب العالمین برسند. شهدا آرزو میکنند که برگردیم بار الله روح ما را دوباره برگرد، زنده بشویم بریم جهاد بکنیم. خب الان میتونستم که این شهدا روحشون از اونجا مثل روح مولانا محمد قاسم بیان در وجود عنصری خود داخل تصرف بکنن، بریم جهاد کنن. نیاز به اجازه رب العالمین نیست. خودشون مولانا محمد قاسم اجازه نگرفت از رب العالمین، خودشون مستقیم آمد. خب علمای دیوبند جواب این سوال ما رو بدید. کجا اهل سنت معتقدند از کتاب و سنت اینو میگه؟ شما میگید که عقیده اهل سنت این است که فیض از قبور حاصل میشه، از مردگان، از ارواح مردگان استمداد گرفتن و ارواح میان دیگه به ما نفع میرسانند. خب در کجای کتاب و سنت بجز حدیث روایت های جعلی و ضعیف؟ عقیده اهل سنت این است، عقیده امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، عقیده صحابه و تابعین، انبیا همین است. شما دام از اون که بزنید عقیده ما اهل سنتی با کدوم آیه و حدیث میتونید ثابت کنید؟
به جز اینکه از اون ور میگوی که این شرکه. کسی این حرفا بزنه شرک. شما به بریلوی ها میگید بریلوی این عقیده را دارن، اونا مشرکن، شرک دارن. میگن ارواح میان از ارواح استمداد میگیرن. شیخ عبدالقادر جیلانی کمک میدن. ارواح میان برگشتن ارواح، علم غیب داشتن ارواح، کمک کردن ارواح، آمدن ارواح در این دنیا. این عقیده بریلوی هاست. ما دیوبندی این عقیده را نداریم. بفرمایید این کتاب مال بریلوی هاست. این کتاب مال بریلوی هاست که 4 تا 5 تا از علمای بزرگ شما این داستان را تایید کردن. قاری محمد طیب صاحب را چاپ کرد و نشر رامی شد. شیخ الهند توبه کرد، گفت درسته که من قبول شد، اومده مولانا قاسم نامده. شاه رفیع الدین گفت که جلوش اومده که کل بدنش اینقدر عرق کرد که حتی زیر اندازش خیس شد. مولانا شرف علی تانوی تاییدش کرد. مولانا مناظر گیلانی دوباره تاییدش کرد. بله ما منکر ارواح مردگان نیست، بیار زمین برای ما استمداد ازش استمداد بگیریم، کمک بگیریم و نفع حاصل بکنیم، فیض حاصل بکنیم. ای عقیده اهل سنت همینه. بیاید ثابت بکنید برای ما از سلف صالح که عقیده سلف صالح مال سنت و جماعت اینه که از ارواح بزرگان فیض حاصل می شود، از قبور اینها فیض حاصل می شود، از ارواح اینها استمداد بگیریم. عقیده اهل سنت اینه، ثابت کنید. دم از توحید میزنید، از اونجا شرک را ترویج میدهید. این شرک نیست چیه؟ پس بریلوی هم همین عقیده را دارن. چرا که اونا شما میگی مشرکی؟ امیدوارم که الله سبحانه و تعالی اینا در این تفاصیل خودش که دوره قرآن دایر میکنن توجه کنن که آقایونی که دوره قرآن دایر میکنید، جناب مولانا کلندرزی، عثمان کلندرزی، جناب مولوی عبدالغنی بدری، شما که تفسیر قرآن دایر میکنید، عقیده بزرگان شما اینه، میگه از ارواح میشه فیض حاصل کرد، نفع حاصل کرد، از قبور فیض حاصل کرد، نفع حاصل کرد. ارواح میتوانند بیان اینجا از اینها این مثل که در حیاتن استفاده کرد. استمداد از هم جایز است. این عبارت بزرگان شماست. چی میگی؟ جواب بدید. ما معتقدیم که شما در عقیده ضد و نقیض دارید، تناقض دارید در عقیده ما. از یک طرف توحید، از دوباره نقض توحید، دوباره هم چیزی که شما اون را شرک میگید، دوباره هم شرک اعتقاد دارید. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله.